سکتور زیربنا. سکتور زیربنا یکی از بخش‌های مهم و حیاتی کمیته انکشاف ولایتی است و اکثر زیرساخت‌های اقتصادی به آن تعلق دارد. این سکتور ساحه فعالیت بسیار وسیعی دارد و همینطور تنظیم کننده تمام فعالیت‌های زیربنایی انکشافی در جهت رشد اقتصادی میباشد. این سکتور موضوعات کاری مشخصی دارد که عمدتاً روی مسائلی همچون سرک‌ها، ترانسپورت زمینی، ترانسپورت هوایی، انرژی و آب، مخابرات، معادن و منابع طبیعی، انکشاف شهری بحث می‌کند. ریاست این سکتور را تنظیم آب به عهده داشته و تعدادی از اداره‌های دیگر دولتی و مؤسسه‌ها نیز عضوان می‌باشند که به این ترتیبند: ریاست فواید عامه، ریاست مخابرات، ریاست برق، ریاست آبرسانی، ریاست معادن، ریاست ترانسپورت، ریاست انکشاف شهری، اداره محیط زیست، شهرداری، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره زیربط ملل متحد و انجیوهای زیربط داخلی و خارجی. هدف این سکتور بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی به منظور رشد اقتصاد ملی، ایجاد شغل، کاهش فقر و رفاه عمومی است. از کارهای عمده که در سکتور زیربنا شده، ما تونستیم استراتژیک پلان 5 ساله تحت راهنمایی‌های مقام ولایت در همان زمان و ریاست محترم اقتصاد و مؤسسات خارجی و راهنمایی‌های از اینا و ورکشاپ‌های دیده شد و استراتژیک پلان 5 ساله ساخته شد و بعد از او از دستاوردهای دیگه سکتور رو نما یا پروفایل ولایتی ولایت هرات ما کار کردیم که هم زیر نظر کمیته PDC یا کمیته انکشاف ولایتی و ریاست اقتصاد که از طرف مقام ولایت کنترل و رهبری میشه. ما فعالیت‌های عمده و اساسی خود فکر میکنیم یک از این تهیه پروفایل ولایتی میتونیم قلمداد کنیم که در او وضعیت ولایت هرات و یک نمایش بسیار شفاف متبارز ساخته که در چی حالت قرار داریم از نظر امکانات و منابع طبیعی وضعیت اینا چیه و کمبودی‌ها چیه، چالش‌ها چیه، راه حل‌ها چیه. در پروفایل گنجانده شده. مثل یک دستاویز بسیار خوبه که ما ادعا میکنیم که از طریق همه سکتور و کمیته انکشاف ولایتی تهیه شده. تهدیدهایی که متوجه است جامعه به او مواجه است، چه تهدید طبیعی چه تهدیدهای غیر طبیعی. تهدیدهای طبیعی مثل وجود سیلاب‌ها یا خشکسالی‌ها، این ما باید مینیس یک چالش عمده به رسیدگی بکنیم. تهدید ریشه‌یابی بکنیم، بعد از ریشه‌یابی‌های دقیق برای مبارزه با این تهدید برنامه‌های طرح بکنیم. و این برنامه باید هم فکری و دوراندیشی‌های بسیار دقیقی انجام بشه، نظریات اعضای سکتور گرفته بشه، مشوره‌های دقیق از اونها رو بگیریم، راه حل‌های اعضای سکتور داشته باشیم و همون راه حل پیشنهادی خود مساعده بسازیم و کمیته انکشاف ولایتی تقدیم بکنیم. مثلا ما با سیلاب‌ها چگونه باید مبارزه بکنیم، با ضایعات منابع آبی یا تخریب سیستم‌های آبی که از اثر سیلاب‌ها به وجود میاد، راه مبارزه ما چی است. این برنامه در سکتور در ریاست توزیع فریدریایی وجود داره. فعالیت‌های هم فعلا روی دست هست، تا حدودی کارهای هم شده و کارهای هم در حال اجرا است. یکی از نمونه‌هایی که از طریق ریاست سکتور و ریاست توزیع فریدریایی روی دست است، اعمار شروع به فعالیت بند پشتان در ولایت هرات. کانال‌های مثل قندوران در ولسوالی اوبیه، کانال یحیی‌آباد در ولسوالی پشت زرغونه، کانال زندجان اوقه در ولسوالی زندجان و کانال عمومی ولسوالی زندجانه. در ولسوالی کوسان کانال عمومی ولسوالی کوسانه. در ولسوالی غوریان کانال عمومی ولسوالی غوریانه که مبالغی که در این پروژه در نظر گرفت تقریبا به 150 میلیون دلار میرسه. خود ریاست حوزه دریایی پایینی عضوی از اعضای سکتور زیربنایی
و همین شکل فعالیت‌های در ریاست فواید عامه وجود داره. تقریبا مجموعی فعالیت‌هایی که برنامه ریزی کرده بالغ بر 300 میلیون دلار است. یکی از برنامه‌هایی که پروژه‌های بنیادی و انکشافی در ولایت هرات از طریق سکتور زیربنا برنامه ریزی شده و عملاً کار ازی در اکثر پروژه‌ای که نام گرفتم جریان داره. و همینطور در اداره‌های دیگری که عضو این سکتورند. فعالیت‌های وجود داره. برای در شارولی فعالیت‌ها وجود داره. در ریاست برق هم فعالیت‌های انجام شده. سیستم برق در تلاش است که اصلاح بشه. ترانسفورمر که قبلا بعد انتقال داده میشد در سال گذشته جاری انتقال داده شد و نصب شد، هرچند که مشکلات برق هنوز هم سر جای خود باقی است، چون حجم نیازمندی ها به حدی است که فعالیت‌هایی که انجام میشه تحت شعاع قرار میده. از پروژه های بزرگ و عام المنفعتی که در دایره این سکتور در راستای انکشاف ولایت هرات گنجانده شده، پروژه های بند سلما و بند پاشدان است. پروژه بند سلما، این پروژه که در ولسوالی چشت شریف موقعیت دارد و کار ساختمانی آن تقریباً 70% پیشرفت داشته، یکی از پروژه های مهم و زیربنایی در این حوزه است که به مبلغ 220 میلیون دلار آمریکایی به کمک کشور هندوستان اعمار می‌گردد. با انجام رسیدن این پروژه حدود 75,000 هکتار زمین زراعتی تحت پوشش شبکه اصلاحی آبیاری قرار خواهد گرفت و همچنان اعمار این بند می‌تواند با نصب توربین‌های برق 45 میگاوات برق را تولید کند. بند پاشدان، پروژه بند پاشدان در ولسوالی کرخ موقعیت دارد که اخیراً قرارداد آن با شرکت هیوادوال به امضا رسیده. هزینه ساخت آن 117 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. لازم به ذکر است که تعداد 28 موقعیت مناسب برای اعمار بند در ولسوالی‌های ولایت هرات سروی ابتدایی گردیده است. نصب 11 استیشن هایدرولوژی یکی دیگر از موفقیت‌های این سکتور است که توسط ریاست تنظیم آب در مناطق مختلف ولایت هرات صورت گرفته است. این دستگاه‌ها قادرند میزان بارندگی، جریان آب، رطوبت نسبتی را در هر 15 دقیقه ثبت نمایند که با استفاده از ارقام ثبت شده مشکلات طراحی ساختمان‌های آبی رفع خواهد شد. از پروژه‌های دیگری که در این حوزه به بهره برداری رسید میتوان اینها را نام برد: پروژه لابراتوار ریاست تنظیم آب، پروژه سیستم آبرسانی مناطق مهاجرنشین، پروژه کمک برای تجهیز آبرسانی هرات و حفر چاه عمیق، پروژه تمدید شبکه آبرسانی نواحی دهگانه شهر و چندین پروژه عام المنفعت دیگر. در بخش مخابرات نیز تغییرات فراوانی به وجود آمده. اکنون شهر هرات 100% در مجموع و 95% تمام ولسوالی‌ها و شاهراه‌های مربوطه تحت پوشش دستگاه‌های مخابراتی قرار دارد. البته برای افرادی که در قریه‌های دورافتاده و روستاها زندگی می‌کنند، از طریق 160 پای دستگاه‌های VCN و DCN نیز خدمات مخابراتی اجرا می‌گردد. پروژه فایبر نوری که از جمله پروژه‌های زیربنایی مخابراتی میباشد، مجموعاً به طول 480 کیلومتر در ولایت هرات تمدید گردیده. در بخش مدیریت شهری نیز فعالیت‌های کلانی به انجام رسیده و در معرض استفاده عموم قرار گرفته است. نقش مهم و با ارزش شهرداری در بخش عرضه خدمات شهری به وضاحت قابل لمس است و این ریاست نیز در دایره فعالیت‌های انکشافی کمیته انکشاف و سکتور زیربنا توانسته در مواردی همچون پختکاری فاضلاب‌ها، تثبیت و تنظیم نرخ‌ها، جویچه‌ها، بلوارها، پارک‌ها، جغل اندازی جاده‌ها، شهرک‌های رهایشی، توزیع نمرات زمین برای مستحقین، آماده سازی اماکن ورزشی، مجتمع‌های فرهنگی، غسلخانه‌ها،
ایجاد سیستم‌های آبیاری برای آبیاری بلوارها و غیره انجام دهد. از مهمترین پروژه‌های دیگر ریاست شهرداری هرات در چارچوب سکتور زیربنا میتوان به پروژه‌های احداث آبراهه‌های شهری، فرش موزاییک پیاده‌رو از مسیر چوک گلها تا شهر نو و همینطور نصب 400 سولر برای جذب نور خورشید و تبدیل آن به برق نام برد با هزینه نزدیک به 30 میلیون افغانی که شب‌های هرات را روشن کرده است. از پروژه‌های زیربنایی پر اهمیت دیگر در این سکتور یکی هم سرک بدیل مناره‌های هرات است که سرانجام پس از سالها وعده و وعید به مرحله اجرا درآمد و با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی آماده و بر روی وسایل نقلیه گشوده شد و مناره‌های هرات نیز نفس راحتی کشیدند. جاده مستوفیت نیز با هزینه 58 میلیون افغانی آماده و به بهره برداری رسید. در مسیر میدان هوایی و در ولسوالی گذره نیز یک بنای بسیار زیبا ساخته شد به نام چارسوی گذره که این بنای چشم نواز اولین چیزی است که مسافران در ورود به هرات تماشا می‌کنند. بازار گذره نیز مورد توجه و بازسازی قرار گرفت. انکشاف ولایت هرات چند بعدی است و دیدگاه 15 ساله با پرداختن به مهمترین ابعاد و زوایای انکشاف ولایت هرات چشماندازی روشن و دورنمای وسوسه آمیز را برای هرات و مردمانش به ارمغان آورده. یکی از پروژه های مهمی که در سال 1391 به بار نشست و دوباره داکترسبا و هرات را محور توجه قرار داد، بین المللی شدن میدان هوایی این ولایت است. میدانی بسیار بزرگ با طرحی بلند پروازانه و گسترده با هزینه ساخت 70 میلیون یورو. هرچند ترمینال اصلی و بزرگی که در نقشه این میدان طراحی شده در آینده ساخته خواهد شد، اما اکنون ترمینالی با تسهیلات و امکانات ویژه برای مسافران ساخته شده است. میدانی که امکانات امنیتی و تسهیلات ویژه‌ای دارد. ترمینال این میدان 4 سالن دارد با زیربنای 3750 متر مربع، مجهز به 65 پای دوربین امنیتی، دستگاه تشخیص جعل اسناد و دستگاه چهره شناسی. از تسهیلات اکنون این ترمینال میتوان از سیستم گرما کننده در زمستان و خنک کننده در تابستان، صندلی‌های راحت، سالن‌های مجهز، رستوران، سرویس‌های بهداشتی پیشرفته و غیره نام برد. این 4 بخش داره. یک بخش تکنیکی میدان است، یک بخش مدیریتی میدان است که ما طرح مدیریت میدان‌های هوایی هرات از هرات روان کردیم به کابل که برای هم میدان هوایی این طرح وجود داره. بخش زیربناهای ساختمانی است و بخش کارگو هست که شما اگه ببینید شما میدونید مثلا آنچه ما فعلا داریم این نیست، این قسمت است، این نیاز فعلا همه چیز ما داریم به میدان هوایی خود. آنچه که انجام بشه این نیاز، اینا هم اضافه میشه. بله. این فقط بخش ملکی است که به شرق میدان ساخته میشه، داره ترمینال است، ترمینال ترمیم تیارات است، ترمینال هلیکوپتر هاست، پارکینگ برای 20 تیاره است و رمپ است که میای فعلا این خط ما شما داریم و بخش تجارتی است که نمایشگاه هاست، هتل هاست، پارکینگ است و ساحل رهایشی است. یا مثلا این بخش کارگوست، فعلا ما اینو داریم. تمام این ساحت تا به چارسوی گذره همه بخش کارگوی میدان هوایی هرات خواهد بود، شامل تاسیسات گمرکی، شامل تاسیسات ترانسپورت زمینی، پروسس مواد و 6 سردخانه به ظرفیت 100,000 تن ساخته شده که مواد محصولات غذایی میای به میدان هوا به شرک صنعتی در اینجا پروسس میشه، پاکیج میشه، فریز میشه. فعلا میدان مسافربری بوده. فعلا مسافربری است. بله. به افغانستان ما میدان کارگو نداریم. ما برای اولین بار است که طرح پیشنهاد کردیم. حالا شما ببینید که چی رقم دیگه سکتورها بسته است. مثلا شما زراعت
میخواین زراعتی باشه متکی به نیازهای بازار. مثلا یک نفر از امارات متحده که مصرف کننده اساسی محصولات زراعتی است و ما میخوایم این در حقیقت پل هوایی بسازیم به امارات. اونا زردک، شلغم، پیاز هر چیز کار دارن به یک معیار خاص. اور بر ما فرمایش میدن ما از گندم بکاریم اور میکاریم. او میایه به مفت از قریه که ما سرک بر قریه میسازیم برق میبریم که مردم در قریه نگه داریم این مهاجرت بیروی هرات جلوه بگیره. اونجا کار صورت میگیره ترانسپورت میشه میاد به شهر میره فابریکای صنعتی ما به شهرک صنعتی مال یک چیز در هم بر هم است. یکی آمده که فایده مکی زد یکی وقت کار نیست. شهرک صنعتی با فوکس هست. یه نفر جوس میسازه، یه نفر پیاز پروسس میکنه، یه نفر زردک پروسس میکنه یا همه این چیزها رو اینا که پروسس شد، پاک شد، بسته‌بندی شد، فریز شد، میاد به این سرخانه جابجا میشه. بسیار از اینجا میاد به ترای کارگو پرواز میکنه به امارات. از اون طرف دیگه محصولات میاد پس به اینجا تخلیه میشه، گمرک هست، گمرک میشه پس میره. اینجا شاراست. شارای هرات حتی گمرک هم داریم اینجا. بله این تاسیسات گمرک. که این میره به قندهار، به مزار، به هر طرف پخش میشه. ما دقیقاً هرات یک نقطه‌ای که 500 کیلومتر تا جنوب افغانستان، 500 تا شمال و 600 تا مرکز افغانستان فاصله داره. هر سه شارا. به این خاطر جای ما طبعاً هب ترانسپورت افغانستان خواهد بود. هب کارگوی افغانستان خواهد بود. هب توزیع و دیسپچ افغانستان خواهد بود. این چیزا هم محاسبه شده. و تمام محاسباتی که در اینجا هست محاسبات علمی هست، تکنیکی هست و در اینجا یک تیم بسیار بزرگ کار کردن و اتفاقا ماستر پلان میدان هوایی هرات توسط سازمان هوانوردی ملکی که اروپا تصدیق شده که یعنی ما دیگه تصدیق بین‌المللی هم نیاز نداریم. این تصدیق شده از اون هست. این ماستر پلان فقط از چیز هست از کارگوست ولیج کارگوی افغانستان البته تحقیقاتش هست و کلی چیز محاسبه شده که ما در ظرف 5 یا 6 سال تمام مصارف از این میدان بیرون میکنیم و خود رئیس جمهور پذیرفتن این میدان خواهد این فقط میدان همه ماستر پلان میدان هوایی هرات است در 4 بخش ساخته شده. این فقط بخش کارگوست که با محاسباتش فرمایی را داریم و انگیزی از این و دید از این ما از امارات متحده گرفتیم که اول با یک ولیج کوچک یا کارگوی کوچک شروع کردن فعلا بزرگترین میدان کارگوی بین‌المللی دارن میسازن و یگانه سکتور هوانوردی که مفاد آور هست سکتور کارگو هست. سکتور تعلیم و تربیه. سکتور تعلیم و تربیه یکی دیگر از سکتورهای کمیته انکشاف ولایتی بوده که عمدتاً روی موضوعات مهمی از قبیل تعلیم و تربیه، تعلیمات ابتدایی و ثانوی، تحصیلات عالی، انکشاف منابع بشری، فرهنگ، رسانه‌ها و ورزش بحث می‌نماید. ریاست این سکتور را ریاست معارف به عهده داشته و ریاست پوهنتون، ریاست اطلاعات و فرهنگ، آمریت ورزشی، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره محیط زیست از اعضای سکتور تعلیم و تربیه می باشند. هدف از ایجاد این سکتور بلند بردن کیفیت سطح علم و دانش و همچنین دسترسی مناطق دورافتاده به معیارهای تعلیمی می باشند. معارف ولایت هرات دارای 817 باب مکتب در تعلیمات عمومی، تربیت معلم، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و تعلیمات اسلامی می باشد. تعداد شاگردان آن در تمام برنامه‌ها بیش از 670,000 نفر و تعداد استادان 15,525 نفر. یعنی برای 52 شاگرد یک معلم اختصاص داده شده است. طوری که شما به جریان هستیم اگر همین گراف و کارهای پروژه هایی که در خود ریاست معارف هرات صورت گرفته اگر شما مقایسه کنیم که سال 89 تا 90 تا 91 خیلی متفاوت بوده. ما در سال 91 ما تقریبا به سال 90 ما
64 پروژه ساختمان، دیوار احاطه و ترمیم مکتب داشتین، ولی در سال 91 ای آمار به 110 پروژه رسیده که ساختمان مکتب، دیوار احاطه و همچنین ترمیم مکاتب است و تلاش بری است که سال 92 حداقل ای آمار تا 180 تا 190 پروژه برسه. این دلیل ای است که شما به سال 89 اگر شما مقایسه کنید 35 پروژه ما داشتین و میتر بریم به سالهای کمتر بوده. اینا همگی حمایت های مقام ولایت کمیته PDC انکشاف ولایتی و همچنین وزارت معارف بوده. دلیل ای بوده که ادارات و سکتورهای تعلیم و تربیه که شامل پانتون، معارف، اطلاعات و فرهنگ و ماموریت ورزشی است، شما در تمام عرصه‌ها خبر دارین که برای اولین بار در افغانستان به ارزش بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی نورافگن برای استادیوم جناب والی صاحب از توسط حمایت این کشور دوست ایتالیا به آمریت ورزشی اداره شده. ترمیم و جمنازیوم ورزشی و همچنین در عرصه پانتون شما میبینید که بلاکای ریاست محترم پانتون چند سال کار متوقف بود. متاسف خوشبختانه برای 2 سال سر از این نهایت کار شده که شما میبینید که روز به روز ما شاهد پروژه های کلان در عرصه پانتون هرات هستیم و پانتون هرات امروز جایگاه خود در سطح افغانستان پیدا کرده، طوری که شما میبینید تمام کنفرانس های علمی امروز در سطح منطقه در پانتون هرات دایر میشه. شما اما 2 سال قبل این موضوع در هرات وجود نداشته. کارکرد دکتر داوودشاه صاحب برای تمام مردم مثل ماهواری و آفتابواری روشن است. شما کارهایی که امروز در هرات صورت گرفته، امروز میدان هوایی ترمینال میدان هوایی که بین این آبروی عزت یک پروژه ملی است، نه تنها برای هراتیا و تمام مردم افغانستان است. امروز سرک‌هایی که در هرات ساخته شده، احداث شده یا اسفالت شده یا زیربنایی شده، اینا هم کارهای پروژه‌های ملی است. امروز طرح‌هایی که شخص والی هرات داشته، امروز والی هرات در تمام پروژه ها و محافل ساختمانی، دیروز ما در اوبی پروژه ساختمان مکتب داشتیم، با همین مصروفیت ها مشاغل کالی والی هرات رفته. امروز یک چهره ملی در سطح هرات. امروز مردم هرات به این باور هستند که ما یک والی ملی، یک انسان خردمند، دانشمند، یک انسانی هستیم که به منطقه و قوم و ملیت نمی اندیشه، ملی می اندیشه و به فکر آبادی و عزت و سربلندی مردم افغانستان و با آبادی کشور عزیزم افغانستان است. امروز در هرات خوشبختانه مکافات و مجازات وجود داره. ادارات و سکتورهای دولتی که کار میکنن تقدیر میشن، قدر شدن، توصیف شدن، ولی کسایی که کار نمیکنن عملا شما دیدید مجازات شدن. یک تعداد رؤسا به سارنولی و مقامات عدلی سپرده شدن. ولی از آن جایی که دکتر سبا دل میخواه کار بکنه، میخواه که اصلاحات در افغانستان و بخصوص در ایتی کار در هرات بیاره، ولی هنوزم همینطوری که در دیگه ادارات ملحوظاتی وجود داره، روابط ها وجود داره، ولایت هم مستثنا از این نیست. وقتی که یک والی هرات امروز صلاحیت مقرری و عزل نصب بست یک ریاست نداشته باشه، چه قسم ممکن و مقدور است بتونه اصلاحات در یک اداره بیاره. خب هم حال ملحوظاتی هم سر راه ولایت هرات وجود داشته. با همه اینها دستاوردهای چشمگیری در این چند سال داشتیم که در تاریخ افغانستان و تاریخ هرات باید مردم فراموش نکنه. ریاست تحصیلات عالی نیز یکی از اداره‌های دیگر زیر مجموعه سکتور تعلیم و تربیه است که در این بخش نیز فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته. از جمله می‌توان به انکشاف‌های گسترده‌ای که در دانشگاه هرات صورت پذیرفته اشاره کرد. پوانتون هرات در سال 1367 تأسیس شد. دانشگاهی که در دوره تیموری نیز در هرات زبانزد عام و خاص بوده. امروزه نیز دانشگاه هرات در بین پوانتون‌های کشور با وجود ظرفیت‌های بزرگ علمی جوان در جایگاه والایی قرار دارد. این پوانتون در حال حاضر دارای 15 دانشکده است که در مجموع شامل 45 رشته تحصیلی یعنی دیپارتمنت است. دانشگاه هرات به مثابه یک پوانتون ملی
همکنون 80% دانشجویان را از خارج ولایت هرات از سر تا سر افغانستان در خود جای داده و تلاش می‌ورزد تا در رشد و ارتقای علوم و فنون نقش شایسته خیش را انجام داده و از این طریق در راستای بازسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آنطور که توقع می رود مثمر واقع شود. خوشبختانه دوره ولایت جناب آقای صبا همگام شد با پیشرفت‌هایی که در پوهنتون هرات شروعی از او گذاشته شد یا آغاز شد. و عبارت از این بود که ما یک پلان استراتژیک برای پوهنتون هرات، یک پلان استراتژیک 5 ساله را ساختیم که کاملا با شرایط عینی و شرایط واقعی پوهنتون هرات و جامعه ما سازگار بود و از چانس خوب پوهنتون هرات جناب آقای صبا به رئیس ولی هرات تشریف آوردن و با حمایت‌هایی که از طرف مقام ولایت صورت گرفت ما توانستیم در پوهنتون هرات یک جهش را به وجود بیاریم و تحولات بسیار بسیار شگرف و عمیق در پوهنتون هرات ایجاد شد. من در این راستا عرض کردم میتونم که از لحاظ فرزن تشکیلاتی ما توانستیم که 3 پوهنځای در پوهنتون هرات اضافه کنیم که یکی پوهنځای وترنری بود، یکی پوهنځای ژورنالیسم بود، یکی پوهنځای اداره عامه بود که خوشبختانه در هر کدام از این نبود که صرفاً یک پوهنځای تأسیس شه، بلکه ما شرایط واقعی وقتی مساعد ساختیم او وقت دست به تأسیس پوهنځای زدیم. یعنی به ارتباط پوهنځای وترنری، به ارتباط پوهنځای ژورنالیسم ما تعمیرات ساختیم، به ارتباط تجهیزات و امکانات لابراتواری آماده کردیم و به ارتباط بورسی‌ها ما توانستیم از پوهنتون سن‌خوزه امریکا یک تعداد بورسیه برای استادای ژورنالیسم بگیریم و در قسمت تأسیساتی که به پوهنځای ژورنالیسم ایجاد شد، تأسیسات تولید رادیو، تولید تلویزیون و ایجاد یک مطبعه برای پوهنځای ژورنالیسم که در مجموع برای پوهنتون هرات خدمت میکنه. در رابطه با پوهنځای وترنری هم نه تنها یک تعمیر 4 منزله برایشان ساخته شد، بلکه یک کلینیک حیوانی نباتی تأسیس کردیم و در چوکات از این لابراتوارهای میکروبیولوژی و هیستوپاتولوژی تأسیس شد و امکانات جراحی حیوانات به وجود آمد.
پوانزه اداره عامه هم کانسپت از پوانتون هرات بود، چنانچه به تأسیس از مفکوره پوانتون هرات باز در مزار هم کار شد و در کابل هم. دیگه نه تنها برای این پوانزه های نو تأسیس تعمیر ساخته شد، بلکه برای پوانزه زراعت یک تعمیر ساخته شد با زیربنای 2400 متر مربع در 4 طبق با تمام وسایل و امکانات که اصلا پوانزه زراعت وقتی اونجا کوچ کردن هیچ چیز رو با خود نبردن و 4.5 میلیون دلار سر از این تعمیر مصرف شد با تمام امکانات و تجهیزاتی که از طرف نیروهای ویژه امریکا برای پوانتون هرات داده شد. تعمیر دیگه که ساختیم تعمیر پوانزه تعلیم تربیه بود که با کمک USAID تمویل شد. او هم با زیربنای 900 متر مربع در 2 طبق ساخته شد. تعمیر دیگه برای پوانزه طب بود که ساخته شد، یک کلینیک صحیح هست که حالا هم فعال با زیربنای 250 متر مربع. در مجموع 6 تا تعمیر برای پوانتون هرات ساخته شد و تعمیر پوانزه ادبیات هم اسکلت از در سال 91 تکمیل شده و انشالله که کار بعدی از هم در آینده ادامه پیدا میکنه. از لحاظ توسعه پوانتون از لحاظ عرضی 153 جریب زمین در بهترین موقعیت شهر هرات با وصف مشکلات و پرابلم هایی که بود با حمایت جناب ولی صاحب برای پوانتون هرات گرفته شد و از وزارت زراعت مراحل شد و به پوانتون هرات تعلق گرفت. برای پوانزه طب یک ماستر پلان ساختمانی روی دست گرفته شد که 2 میلیون دلار بودجه از بانک جهانی تعهد از او گرفته شد و قرار است که در آینده این پروژه تکمیل بشه و ساخته شه. در اون چیزهایی که در نظر گرفته شده ما می‌خوایم یک کامپلکس طبی داشته باشیم که شامل تعمیر برای پوانزه طب است، تعمیر تدریسی، یک OPD یا پلیکلینیک عمومی، یک شفاخانه 250 بستر کدری، یک تعمیر برای پوانزه نرسینگ، یک تعمیر برای پوانزه استوماتولوژی یا دندان، یک تعمیر برای پوانزه فارماسی و همچنان لیلیه و تمام امکانات که می‌خوایم یک کامپلکس طبی به هرات داشته باشیم. دیگه تعمیر پوانزه کامپیوتر ساینس است که با آمریت تکنولوژی معلوماتی که هم دیزاین از کامل شده، بانک جهانی تعهد کرده که در سال آینده برای ما بسازه و تکمیل کنه. در رابطه به انکشافات و پیشرفت پوانتون هرات که من قبلا عرض کردم، این یک تلاش فردی نبوده. ما لازم است که یقینا ذکر کنیم که در داخل پوانتون هرات تمام اساتید و همکارای ما چی در سطح رهبری پوانتون هرات چی در سطح پوانزه ها واقعا حمایت کردند و به عنوان یک تیم همکار ما کار کردیم و ما از لحاظ اداره و یا منیجمنت میخوایم یک پرنسیپ خدمت شما عرض کنم که در هر سطح از کار کرد شما از لحاظ مدیریتی یک صف دارین، یک ستاد دارین.
وقتی یک دکتر یک عمل جراحی را انجام میده، او صف است در پشت از یک ستاد قوی لازمه که عبارت از دکتر داخله است، عبارت از تکنولوژیست طبی است، عبارت از نرس‌ها و پرستارای هستند که اشتباهات هر کدام از اینا ممکنه که قوی ترین دکتر جراح دنیا هم که یک جراحی را انجام میده به ناکامی برسونه. بنان ما هم از همچون یک صف و ستاد برخوردار بودیم. صف پوانتون در داخل پوانتون خود رهبری پوانتون ایراد بود، اما ستاد از این اساتید و همکارای ما در پشت سر ما بودن. اگر از این فراتر بریم در سطح ولایت ایراد، ما به عنوان یک ستاد باز همکارای خود جناب ولی صاحب بسیار بسیار حمایت کردند، تلاش کردند، همواره صدای پوانتون ایراد به بیرون رساندند. در هر برنامه‌ای که بوده ولی صاحب از با دونرهای مختلف جایگاه پوانتون ایراد به عنوان یک اولویت ولایت ایراد در طی پروسه انتقال تشریح کردند و پیشنهاداتی که پوانتون ایراد داشته همیشه جناب دکتر صاحب سبا با یک اطمینان خاطر او را برای ما تایید کردند و حمایت کردند. در هر جایی که مشکلی پوانتون ایراد از لحاظ انکشافی برخورده، این مسائل موضوعات حل شده. از اون جایی که جناب دکتر صاحب سبا خود یک دکتر هستند و مدت استاد پوانتون بودند، بنان بیشتر از هر کس دیگه درک درست‌تر و واقع بینانه‌تری از خود پوانتون ایراد و محیط اکادمیک داشتن. بنان من با صراحت گفتم میتونم که پیشرفت‌هایی که در پوانتون ایراد به وجود آمده یک کار فردی نبوده، یقیناً که بدون حمایت مقام ولایت در طول همین دوره امکان پذیر نبوده. در دانشگاه هرات علاوه بر پروژه مرکز رسانه‌های پوهنتون هرات و دانشکده ژورنالیسم، پروژه کلینیک حیوانی و نباتی، پروژه تعمیر برای پوهنځی تعلیم و تربیه، پروژه تعمیر دانشکده‌های زراعت و وترنری، پروژه‌های دیگر نیز همچون ساخت میدان ورزشی والیبال و بسکتبال پوهنتون، ساخت سرک‌های فرعی و اصلی و مهمتر از اینها پروژه علمی مؤثر و مهم فایبر نوری بود که آماده و مورد استفاده قرار گرفت. فایبر نوری پروژه‌ای است پیشرفته و متکی به تکنولوژی مدرن که امکان انتقال اطلاعات، اسناد و داده‌های کامپیوتری را با سرعت بالا ایجاد می‌کند. با به کار افتادن این شبکه کامپیوتری در دانشگاه هرات، ارتباط بین کامپیوترها و لابراتوارهای کامپیوتری در تمام پوهنځی‌ها ایجاد شده است. قبل از ایجاد این پروژه، ارتباطات بین دانشکده‌های مختلف پوهنتون از طریق تلفن صورت می‌گرفت.